سلام. امروز اومدم یک چالشی رو انجام بدم که خودم هم فکر نمی‌کردم یه روزی انجامش بدم. احتمالاً چالش خطرناکی باشه، ممکنه برای بسیاری از آدما هم آسون باشه انجامش، ولی من میخوام با میکروفون و این وسایل برم اون بالا و ممکنه هر لحظه یکی از وسایل من بیفتن و دچار آسیب بشن. حالا من میخوام چی کار کنم؟ ازتون میخوام توجه کنیم. ببینید اینجا ما یه تانکر آب داریم، یه مخزن آب هستیم. میبینیدش؟ و این مخزن‌های آب برای چی؟ این تانکرهای آب برای چی اصلا به وجود اومدن؟ اینا حدود 50 الی 60 بین 50 تا 60 سال پیش ساخته شدن که آب مردم رو تأمین کنن و از طریق این لوله هایی که این پایین هست آب مردم تأمین می شده و بهشون می رسیده. همین تانکری که می بینید حدود 50-60 سال قدمت داره. تمام این چیزایی که اینجا می بینید تقریبا زنگ زده و پوسیدن. یه سریاش مثل این نفشی که می بینید خم شده و اونقدر هم استحکام خاصی نداره. من امروز هدفم اینه که از اینجا بالا برم. میدونم ممکنه کار خطرناکی باشه، یکی از وسایل من بیفته، خودم آسیب ببینم، ممکنه حالا به قولی یکی از اینا به شدت ضعیف باشه، ولی خب من اومدم که برم. پس شروع کنیم. فکر میکنم کلن 3 متر رفتیم بالا. بذار ببینم آیا به یه پاگرد میرسیم اینجا. او مای گاد، پایین اومده، خیلی سخت هست. دوباره یه نردبون دیگه اینجا هست که میبینیدش. دوباره از این مسیر بالا میریم. خیلی من باید مراقب باشم. یک دست دارم میرم، یه دوربین تو دستمه و میکروفون وصله بهم. خیلی دارم خطر میکنم اینجا. امیدوارم
حداقل شما یه مرحمتی بکنید، یه بنده نوازی بکنید و این ویدیو رو لایک کنید. انصافی. خب ما به بالای این رفتیم، ولی باز هم اونجا رو میبینید، باز هم راه هست. قشنگ بالای شهری میشه یه سری ساختمونا رو از این بالا دید. آیا به نظرتون بریم اون بالا؟ میتونه یه ذره ترسناک باشه، ولی خب من انجامش میدم دیگه. با یک دست من دارم این کار رو انجام میدم، چون توی یک دستم گوشی هست و هر آن ممکنه این گوشی بیفته. هر آن ممکنه خودم به فنا برم. ببینید صدا هست. این انتهای این چیزه که البته بازم هست، بازم میشه رفت اون بالاتر، ولی خب من یه بار توی شب، تو دل شب اومدم اونجا. الان نمیدونیم قشنگ چه چیزی در انتظار ماست. خب الان نمیدونیم چه چیزی در انتظار ماست، فقط میدونیم که ما رفتیم داخل مخزن و این ممکنه خطرناکترین چیز ممکن باشه. بریم بالا به سمت نور. اینجا یه ذره خطری هست من به نظرم. فکر کنم اون انتهاش باشه دیگه. یه روزنی نوری هست و دیگه چیزی نیست. خدا میدونه اون بالا چی در انتظار ماست، ولی امیدی هم به استحکام اینا نیست واقعا. البته چیز قدیمی ساز که خراب نمیشه. قبول دارید اینا؟ منم خیلی دارم احتیاط میکنم که به فنا نرم. اما نگاه کنید اینجا خیلی داغونه. ما رسیدیم به انتهاش. اینجا جایی بود که آب رو هدایت میکرد و خیلی ممکنه خطرناک باشه. من به محض اومدم با این دوباره فیلم میگیرم. الان ویدیو رو قطع میکنم. فعلا بای بای. خب این بود چالشی که من انجام دادم. متاسفانه فهمیدم که نویزگیر، اون نویزگیر روی میکروفونم افتاده در حین بالا رفتن و دیگه باید برم یه نویز فکر کنم، باید به فکر نویزگیر جدید باشم. این بود چالشی که من انجام دادم. ممکنه شما هم بتونید انجام بدید، فقط باید یه ذره ایمنی رو رعایت کنید و دیگه خطرش رو به جون بخرید. این بود چالش من. I love you guys. Peace. بوس به کلتون.